عمومی باشد و فراگیر باشد همگیر باشد این نوع بیماری ها رو وبا میگن طاعون میگن. من امروز با اسمشون مختلف میشه. امروز با اسم مثلا کرونا ویروس برام دیوار 100 سال پیش در اروپا با اسم انفلونزی اسپانی میگفتیان، گریپ اسپانی. اولی هم قریب 50 میلیون آدم مرده بوده 100 سال پیش. همه اینها خلاصه در اصطلاح شریعت با اسم وبا ذکر میشه. از حکم این بیماری ها پرسیدم، حضرت در جواب گفتن به من که ای عایشه این بیماری های عاموی این یک نوع عذاب است از طرف پروردگار بر هر قومی که خدا بخواهد اون عذاب میفرستد. البته وقتی که عذاب شد، عذاب در مقابل چی میشود؟ در مقابل معصیت و جنایت و نافرمانی میشود. وقتی که بنده ها از راه خدا که برآمدن، نافرمانی و مخالفت و معصیت با امر و نهی خدا که کردن، از حد گذشتن، به خدا برای تنبیه اونها، برای اونها رو از خواب غفلت بیدار کردن، همین نوع بیماری رو میفرستن. همونطور بیماریه که سبب فسادی اخلاقی جامعه است اینش نمیگم. داشتم فهم به این خدا به حکمت نمیفرسته. خدا هیچگاه قوم عذاب نمیکنه وقتی که صالح باشن. این آیه صریح قرآن است. خلاصه کلام وقتی که عذاب که باشد دیگه فهمید که عذاب در عوض چی می بیاد؟ در عوض معصیت و گناه می بیاد. وقتی که بنده در روی زمین کنار مخالفت خدا کرد، واقعا در این 20 سال اخیر فقط یک خونریزی ها رو میگویم. شما یک تصور کنه، تصور شما یک پیش نظر بیارید کشورهای اسلامی را، غربی های مثلا مسیحی چی بلاها رو گرفتار نکردن. اگر کسی تلویزیون تماشا کنه از سال 2000 من 2020 ساله افغانستان روی آرامی رو ندیده، عراق روی آرامی رو ندیده، سوریه روی آرامی رو ندیده. میلیون ها میلیون انسان در این کشورها در این طول 20 سال مسلمان ها مردن. شما حال مهاجرا، گریزهایی که در بدر شدن، حاضر در ترکیه 4 میلیون سوریگی هست. اونایی که بیچاره آب خطی می رفتن، هزارها هزار مسلمان در آب غرق شد. اونایی که گذشتگی یه حال تباه خدام کشورها هستن. خلاصه این بلا رو در سر مسلمانی کی آورد؟ اروپایی ها آوردن. خطایی ها باشه در خطای بدبخت نسبت اویغورها، نسبت مسلمان های خطای ببینید چی روز سیاه آوردن. حتی بی بی سی رو تماشا کردم، من خود بی بی سی خبر داد 5 میلیون جوان مرد مسلمان و زن و مرد مسلمان رو در یه لگیرها مخم کردگی هر روز مجبورشان عرقشان میدادن، گوشت خوکشان میدادن، گوشت های حرام بخشان میخوردگی نمیدادن، از نماز خواندن از اینو منع کردگی. خوب بالاخره طغیان انسان که از حد گذشت به خدا فرستادن بیماری را. حاضر حساب کنه 80% مرگ و میرهای این بیماری از جانب کافرای اروپا. خود من امریکا که سرورشون است، لشکری که کلانشون است، قریب 9 میلیون زیاد گذشت مردمش که مبتلای همین کسل، قریب 25 26 27 هزار آدمش مرد. ولی آینده معلوم نیست با چه دیگه ما اروپاش هم همین خیلی. اروپا 1.5 میلیون امروز زیادتر اگر رفت و بیماری همین وبا مبتلا شده باشه 80% اروپا و امریکا هستن. با خطای است و مثلا بعد دیگه کشورها. خلاص این عذاب خدا سری امنا داره. البته وقتی عذاب الهی که اومد عذاب عام میشه. البلیه تو اذا نزلت عمد میگن عرب ها. بلا وقتی که نازل شد با خشک‌تر میسوزه. از این خاطر حضرت دوامش گفتن و ان الله جعله رحمتا للمؤمنین. اما این عذاب که بالای کافرات عذاب است، اگر رفت یگان مؤمن یگان مسلمان در این عذاب الهی، در این عذاب عاموی اگر رفت هلاک شود و انشاءالله درجه شهادت میبره. چرا که برای بنده مؤمن رحمت است. بنابراین حضرت گفتن کسی در بیماری طاعون وفات میکنه یا بیماری کرونا ویروس وفات میکنه مقام شهادت داره، درجه شهادت میبره. برای برای اونها عذاب است، برای اونها حسرت است، برای اونها خسارت است، اما برای بنده مومن رحمت و شهادت است.
ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاری. حضرت بنده های مومن تعلیم دادن وقتی که همین نوع وباها در جامعه پیدا می شود، در کشور پیدا می شود، ما باید چی رفتار کنیم، چی عکس العمل نشان دهیم، چی معامله داشته باشیم. حضرت گفتن که در کدام شهر مسلمان نشینی اگر رفت و همین نوع بیماری ها پیدا شد، باید بنده مومن با صبر و احتساب در شهرش در خانهش بشینه، صبر کنه و احتسابش معنیش اینه طلب ثواب، امید ثواب از پروردگار بکند که در عوض این بلا، در عوض این امتحان خدا به من اجر میده، پاداش میده، ثواب میده. با یقینا این اعتقاد داشته باشد که اون چی خدا برای من نوشته باشد همون من به میرسه. اگر مرگ من خدا با همین تقدیر کرده باشد ما راضی هستم، مقام شهادت میرم. لیکن اگر رفت و قضای الهی به مرگ من نرفته باشد، نوشته نشده باشد، 100 کرونا ویروس هم که بیاد من انشاءالله نمیمیرم، زنده میمونم. باید هم تو عقیده داشته باشد. این خیال نکنه که این بیماری حتما منو میکشه. نه، خدا نوشته باشد میکشه. خدا نوشتگی نباشد در دهان کرونا ویروس هم کروی، در کامش هم کروی، خلاصه نمیمیری. انا کسی که با همین اعتقاد در خانهش نشیند و صبر کند و طلب و امید ثواب کند، خدا هم براش اجر یک شهید میده. حتی زنده هم موند ثواب شهادت میبره. اون مردگیش که شهید میشه، مسلمان مردگی، مسلمانی که نمیرد و زنده موند ثواب شهادت اجر شهید میبرد. بنابر خاطر همین حضرت عایشه مادرمان حتی حالی من کرانتینی که اروپایی ها امروز رعایت دارن، یگانه راه برای پیشگیری این بیماری نیاگون کرانتین است. این خانه نشینی. کشورها رو بستن، نه کسی از کشور خارج میشه و نه کسی از خارج کشور رو میداره. تمام دولت ها امروز بسته. 95% سمالیات در ایرپورت ها خوبه. این خسارت مالی اقتصادی که اون قدر رسیده، این مرگ و میرها زیادتره. لیکن جای دادستان گفتن ندارن، برای که نه تانک هاشون به کار میره، نه کشتی هاشون به کار میره، نه سمالیات و نه راکت و نه بمب هاشون، همه زمینگیر شده هستن. برابر یک دشمنه که اون دشمن با چشم نمیبینم. البته این عالم همش لشکر خدا های و ما یعلم جنود ربک الا هو. این لشکری های خدا رو خدا خودش میدونه. حالا یه مخلوق ضعیفترین و کوچکترین خدا عذاب کرده است. اگر رفت یک سیاره رو فرستانه جانب زمین، یه جرم آسمانی رو فرستانه روی زمین، چی بشه حالی ساکنای زمین؟ بنابراین همش از لشکر خدا های. از این خاطر باید بنده مومن در این حالت ها حضرت گفتن چیکار کنه؟ گفتن وقتی که اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. این کرانتین اروپایی هایی که خوش متمدن میگن پیشرفته میگیرن در عصر 19 با یاد گرفتن. حضرت گفتن که وقتی همه خیلی بیماری های سرایت کننده در شهر شما پیدا شد، وقتی که در شهر شما پیدا شد گفتن از شهرتان بیرون نشوید. اما وقتی که از بیرون باشید و بفهمید که در فلان شهر همین خیلی بیماری پیدا شده است، در اون شهر وارد نشوید. من همین نظام کرانتین 1400 زیاده 1400 سال پیش پیغمبر خدا به ما گفتن، اروپایی ها 100 سال پیش یادش گرفتن یا 150 سال پیش بفهمیدن. این افتخار اسلام است. من امروز یگانه گویا که تدبیر، یگانه معالجه برای پیشگیری همین برای که کرونا ویروس حال همین شده. همه رو خانشین کردن. همون خانه نشستن، مثلا نه کسی خانه میبیاد نه تو بیرون رفته میده. حتی جمع‌آمدهای 2-3 نفر زیاد من کرده شدن که در یک جا 2 نفر زیاد در انگلی حتی جمع شدنش ممکن نیست. چیزای من این جمع‌آمد ما اصلا ممکن نیست. وقتی که رژیم کرانتین در شهر اگر جاری شود اصلا ممکن نیست خیلی محفل نشستن. خلاصه کلام این هم افتخار اسلام است که این حالت پیغمبر خدا به ما تعلیم دادن که شما کرانتین رعایت کنید. اگر رفت تو کشور دم کرانتین جاری شود، ما مسلمان ها باید او رو رعایت کنیم. این خلاف دین و خلاف دستورات اسلام نه. اگر رفت تو مسجد رفتنم سبب همین بیماری رو انتشارش میشده باشد، سبب زیاد شدن مرگ و میره ها میشده باشد، بله اشکالی نداره ترک نماز جماعت، ترک نماز جمعه. برای که
حدیث های صحیح دمون میدونیم وقتی که باران سخت میشد در مدینه منوره خنک میشد حضرت مؤذن امر میکردن میگفتن بگوی صلوا فی رحالکم با آواز بلند اعلام کن مردم رو که نمازها رو در خانه خوانند که باران آدم نمیکشت باران فقط خم زحمت تر و مثلا آب و گل شدن بود وقتی که به خاطر باران حضرت امر کردن مؤذن که بگوید که مردم در خانه نماز خوانند در این بیماری خطر جان است خطر مرگ است اگر رفت در جامعه ما مثل اروپا و مثل همه خیلی منتشر شود بله وقتی که متخصص ها در مصلحت یعنی که باید مسجد ها تعطیل شود جماعت جمعه ها ترک شود تراویح ها ترک شود مردم در خانه ها نماز خوانند اشکال ندارد برای که تمام کشورهای اسلامی ده همه علما ها این فتوا رو داده هستند ای مسجد الحرام با مسجد النبوی بینید اگر تلویزیون با دیگه جماعت های عمومی نیست فقط هم چند نفر کارکنای مسجد برای خاطر که مسجد بالکل ترک نماز نشود ترک جماعت نشود نماز جمعه و جماعت خوانده است دیگه خلق نیست نه در مسجد الحرام ای من خودم چند بار تماشا کردم جمعه هاش نه در مسجد النبوی ای مصر هم همین ای همه کشورهای اسلامی حتی من افغانستان هم حال رمضان علماش فتوا برآوردن که هم خیلی میشه ازبکستان و قزاقستان هم همین قرار برآوردن خلاصه اگر رفتون مادم شود جای مثلا خفه شدن نیست و اعتراض کردن نیست این هم یک امتحان الهی است برای مردم که کسم نشان میشه خاناتون جماعت کنه همسراتون که ناختی دوتان پیش داره و اخوان دیت کنه خانه میشه تسبیح گفتن شرم نیست چهار کردی خانده یردم کنی هر پیش بگیری بکنه با چهار کردی خانده اما تراویح خانه تا نه که در خانه تراویح نخانه